فعالیت 1 و 2 صفحه 60. جدول زیر را در نظر بگیرید و به سوالات پاسخ دهید. عددهای سطر اول جدول با هم چه ارتباطی دارند؟ 16 8 4 2 1. می‌بینیم هر کدوم تقسیم بر 2 شدن، یعنی نصف شدن. 1 شده 1 دوم، 1 چهارم، 1 هشتم، 1 16م، 1 32م. گفته هر یک از عددهای سطر دوم چه رابطه‌ای با عددهای بالای آن دارد. 2 به توان 4 میشه 16، 2 به توان 3 میشه 8، 2 به توان 2 میشه 4، 2 به توان 1 میشه 2 به توان 2، 2 به توان 0 هم میشه 1. یعنی با هم مساوی هستن. جیم، توانهای عددهای سطر دوم تا 2 به توان 0 با یکدیگر چه رابطه‌ای دارند؟ با یکم دقت میبینیم که از چپ به راست هر بار یه دونه داره از توان کم میشه. 4 میشه 3، 3 میشه 2، 2 1، 1 0. پس یکی از توانها کم میشود. دال، این الگو را ادامه دهید و در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید. 4 3 2 1 0 منهای 1 منهای 2 منهای 3 منهای 4 منهای 5. به عبارت دیگه 2 به توان منهای 1 میشه 1 دوم، 2 به توان منهای 2 میشه 1 به روی 2 به توان 2، 2 به توان منهای 3 میشه 1 به روی 2 به توان 3. گفته به کمک جدول تساوی های زیر را کامل کنید. 2 به توان منهای 3 یعنی 1 به روی 2 به توان 3 یا 1 هشتم. 2 به توان منهای 4 یعنی 1 به روی 2 به توان 4 یعنی 1 16م. 2 به توان منهای 5 یعنی 1 به روی 2 به توان 5 یعنی 1 32م. پس به شکل کلی ما به این فرمول میرسیم که a به توان منهای m میشه 1 به روی a به توان m. مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید.